سلام، من زهرا، به چنل من خوش اومدین. امروز میخوام یکی از سفرام به تونه کابان شمال ایران رو براتون بگم. اول از همه وسایلی که لازم داشتم برای این سفر رو رفتم خریدم. بعدش که راه افتادیم از جاده چالوس باید میرفتیم که برفی بود، خیلی مه گرفته بود، خیلی قشنگ بود و یه ویو و یه حال و هوای اول بهار خیلی قشنگی داشت. یکی از چالش‌هایی که این سفر داشتیم رد شدن از روی رودخونه بود. به خاطر بارش شدیدی که توی ارتفاعات اومده بود، آب رودخونه به شدت اومده بود بالا و هم خیلی گلالود و خیلی یخ بود و خیلی پرفشار بود. بنابراین ما مجبور بودیم از روی این طنابایی که می‌بینین رد بشیم که به شخصه چون ترس از ارتفاع دارم خیلی برام سخت بود. سعی می‌کردم پایین رو نگاه نکنم و فقط پامو روی این طناب تکون بدم و برسم به انتهای مسیر و خیلی تجربه جالبی بود برام. و محض اینکه رسیدیم سعی کردم یه جای تقریبا مرتفع‌تر از بقیه جاهای دورمون که یه سطح نسبتا صافی داشته باشه پیدا کنم. چادرها رو برپا کردیم همه و بچه‌ها آتیش رو برپا کردن. من چون شب قبلش نتونسته بودم خوب بخوابم یه ذره چرت زدم. بعدش که بیدار شدم دیگه غذا خوردیم و به کارامون رسیدیم. یه مقدار خیلی جای قشنگی بود، خیلی طبیعت بکر و خوبی داشت، هوا به شدت قشنگ بود، یه بارون بهاری خیلی خوشگل داشتیم و توی طول روز دما خیلی عالی بود. ولی توی شب خب منطقاً هوا یه مقدار سردتر بود که اونم قطعاً قشنگی و لذت خودشو داره. من یه مقدار آخر شب لرز کردم ولی فرداش کاملاً اوکی بودم. یکی از بچه‌های اکیپمون نون سفارش میگرفت. اول صبح نون برامون درست کرد، عکسای خیلی قشنگی گرفت که عکساشو دارید الان مشاهده میکنید. جا تشکر کنم از تک تک بچه‌هایی که عکسای به این قشنگی رو تهیه کردن. فرداش تقریبا ساعتهای 3 و 4 بعد از ظهر بود که برگشتیم به سمت تهران. توی مسیر متاسفانه پنچر کردیم که مجبور شدیم توی تاریکی و توی سرما پنچرگیری کنیم. این هم از آخرین چالش این سفرمون بود.